توی این ویدیو قراره از صدف بیوتی و حاشیه‌های عجیبش که تا حالا هیچ جا نشنیدید بهتون بگیم. پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. نام اصلی صدف بیوتی صدف مسائلی هست. بعضی ها میگفتن اسمش ملیحه هست که این غلطه. متولد 1368 در تهرانه. در دانشگاه آزاد در رشته شیمی تحصیل کرده. اول میخواسته آرایشگر بشه. خانواده‌اش مخالف بودن. دلیل انتخاب رشته‌اش علاقه زیادش به دنیای لوازم آرایشی بوده. میخواسته بعد از تحصیل در رشته شیمی کارخونه ساخت لوازم آرایش تأسیس کنه که وقتی فارغ التحصیل شده دیده مغازش هم نمیتونه راه بندازه. برای همین رفته به آمریکا. بعد از مهاجرت به آمریکا در رشته پرستاری تحصیل کرده. صدف همراه خانواده در سانفرانسیسکو زندگی میکنه. با همسرش در همونجا آشنا شدن. در سال 96 با علی ازدواج کرده. صدف میگه همسرش خیلی کارهای ویدیویش رو انجام میده. اون تو معروف شدنش خیلی نقش داشته. ماجرای آشناییشون توی تولد بوده که همدیگر رو میبینن و با هم آشنا میشن و بعد از یک مدت ازدواج میکنن. صدف بیوتی در اردیبهشت سال 94 پیج اینستاگرام خودش رو راه انداخته. بعد از یک سال معروف شده. جالب اینجاست که صدف هیچ کلاس آموزشی و میکاپی رو نرفته. هرچی یاد گرفته از پیج‌های آموزشی و یوتیوب بوده. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده همین الان لایک بکنید تا هزینه تبلیغات گرون در پیج صدف بیوتی رو بهتون بگم. طبق شنیده ها هزینه تبلیغات در پیج صدف بیوتی $5000 که به سالانه بیشتر از $1,000,000 میرسه که تایید یا تکذیب نشده. صدف بیوتی مخالفانی هم داره که با این کارهاش داره سبک زندگی دختران ایرانی رو غربی میکنه که این انتقاد از سوی صدف بیوتی رد شده. صدف بیوتی میگه یک بار فقط عمل بینی انجام داده و یک بار هم بوتاکس کرده. احتمالاً مهمترین عامل موفقیت صدف بیوتی بیان ساده و واضحش بوده. صدف بیوتی علاوه بر این سعی میکنه ویدیوهایی با کیفیت از آموزش جدیدترین محصولات آرایشی و روش آرایش عرضه کنه. با سهیم کردن هواداران یا به قول خودش بچه بیوتی ها در زندگی خصوصیش که رابطه‌ای دوستانه با اونها داره. زنان و مردان زیادی رو به صفحه خودش جلب کرده. حاشیه‌های صدف بیوتی کم نیست. هرچند اون به عنوان بیوتی بلاگر فعالیت میکنه اما در مورد مسائلی مثل سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتراضات آبان و دیگر مسائل و مشکلات داخل ایران حرف زده. چیزی که در مورد رفتارها و صحبتهای صدف بیوتی مورد توجه قرار میگیره اظهار نظرهای متناقضه. یک روز میگه کار من در زمینه لوازم آرایشیه و وظیفه ندارم در مورد مشکلات کشور حرف بزنم. فردای اون روز در مورد مشکلات داخلی ایران نظر میده. یکی از این اظهار نظرهای نابجا به سقوط هواپیمای اوکراینی مربوط بوده که صدف در واکنش به دیدن ویدیوهای ارسال شده مردم که سقوط هواپیما رو نشون میداده نوشته چه دلیلی داره یکی سر صبح وقتی هنوز هوا تاریکه یک کاره وایسه و از آسمون فیلم بگیره. بعد خیلی اتفاقی همون موقع یک هواپیما هم بترکه. اما این همه ماجرا نبود.
صدف بیوتی بعد از آنکه ادعا کرد سقوط هواپیمای اوکراینی دروغ و داستان پردازیه، قبل از دومین سالگرد سقوط هواپیما در استوری اینستاگرام خود شمع فوت کرد و وانمود کرد که عزاداره. شما صدف بیوتی رو دوست دارید یا نه؟ مرسی که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. برای اینکه ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید کانال ما رو سابسکرایب کنید.